سلام دوستان عزیز، امروز میخوام در مورد قفل باز کردن بهتون آموزش بدیم ببینیم چجوری قفل باز میشه. باز نمیشه. وسایلی که میخواید باید مانند این باشه، سرش اینجوری خم داشته باشه، یه زمین آلم باشه تقریبا اینجوری، بالا پایینش رو بتونیم بگیریم، بالا با یه چیزی سوهان یه چیزی من براشم خود در آوردی، یه دونه با چاقو درست کردم اینجوری، ولی همین هم کافیه. این سر باید این توپ بازی داشته باشه. این میره این قسمت. یه اشتباه میخوام باید این بریم سمت دوربین گرفته بودم. باید به این چیزه باشه. باید دونه دونه زبونا رو بدیم بره پایین، باید بازی کنیم با این. کج شو زیاد فشار میشه. اشکال ندارم. این همیشه استفاده کرد. سمت پایین. باز شد. بینید به این شکل خیلی راحت. گود بای. فقط F21.